بیا ایست. بی‌حد نباید. خیردین مقابلی موج دریا شناده. عاقبت این کار بخیر نیست. با دست خودت عائلت را غرق خواهی کرد. تو هم بیهوده جمع کنده ایستاده ای غالب. فرزندها را جدا کرده نمیتوانی. نمیگذارم که با مقصد برسی. و چه اعتماد کرده این سخن را میگویی؟ حتی منزلی نداره که سرت را گذاری. با عائله هم باور دارم. اگر عائلت باقی مونده باشد، عائله استوار باشد، خانه ساختن آسان. پدر چی گپ شد؟ یاسمان با تو چی شد؟ حالا باید میفهمی. یاسمان تو اینجا چی کار میکنی؟ پدر از اون راه زنهای در بالای سرم مانده اتان گریختم. اکنون به مقصدم میرسم. این خیل باشد به تو خبری بد دارم. متاسفانه آرزوهایت به باد رفت. اکنون آنها سرپناهی ندارند. کاری کرده اتان رو کردید پدر. دیگر شما رو نمی بخشم. جوان مرد، و تو آخرین امکان میدهم. بگو جدا میشویم. در حال قرار دادستان را میدرانم. به خوبی در خانه‌تان زندگی کنید. حجت‌ها را نیز در آنجا میپرتایم. امیر، عقلت رو کار فرما. روزی شو. پسرم امیر، عائلت رو فکر کن، پدرت رو فکر کن. مایلش رو فکر نکنی، هم فکر جنهایت رو کن. ها؟ اصلا در نزد تو سرخم نمی کنم. از یاسمان هم روی نمی گردانم. خدا جزایت رو دهد. پدر صبر کنید. این کاغذ را نابود کنید. این آدم ها را به حال خودشان گذارید. نمیخواهم یگان کسی دیگر را عذاب دهم. به خانه همون برمیگردم. چی؟ تو چی ها میگویی یاسمان؟ پدر به سخنهایتان راضی هستم. من از باری امیر میگذرم. شد اکنون همه به خانه‌تون برگردید. من از عشقم دست کشیدم. وعده میدیم که دیگر با امیر وان نمیخورم. وعده میدی؟ یاسمان خاموش باش. من قرارم رو دادم امیر. راهی درستش همین است. خدا به تو انصاف ده. قول میدیم پدر. خدا را شکر. خدا را شکر از این بلا دختر خلاص شدم. یاسمان دیگر با وی گپ نزد. بس است. خیلی خوب، قرار خوب بکردید. شما نیز اکنون سند رو نیست کنید. از دوایتون دست کشید. سند رو نیست میکنم، اما مبلغی که برای گلخانه دادم آن را کی پرداخت میکند؟ در پیشانی من احمق نوشته شده است مگر؟ شد، باقی مانده‌اش رو من پرداخت میکنم. 500,000 بود؟ بیار امضا میگذارم. سند دیگر رو نیز امضا میکنم. برادر تو به این کار دخالت نکن. چی خیلی دخالت نکنم؟ عقلت رو کار فرما، همه امان نجات میابیم. دخترم رو شنید. او از بحری تو گذشت. تو هم او را ترک میکنی. مبلغی گرفته‌تان را پرداخت میکنید. راضی هستید؟ از برای خدا راضی هستیم. بگو راضی هستیم. به خانه امان دراییم. خواهش. میدانم برای چی این کار رو کردی، اما این کار رو همیشه نمیمونم. بیار سند رو امضا میکنم، اما بعد از کندن قرض با تو حساب و حسدی مخصوص دارم آقای غالب. تا آن وقت کی زنده است و کی مرده؟ فراموش نکنم. سند را روان میکنم.
امیر با پاک وجدانی تو ما باور داریم، غمگین نشو. بچه جان تو گریه نکن. شرم رو افتاده نشو. دخترم یاسمن نخواست در این وضعیت آیله برپا کند. بنابر همین تو رو باید فهمی آخر. سرده برو، سرده برو، سرده برو، خواهش میکنم. سرده خواهش میکنم سرده برو. سرده برو نکن، خواهش میکنم، التجا میکنم. سرده برو، چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. کمی خوبم برده است. اینجا 2000 لیره. چقدر که کار بکنیم باز پول نمیرسد. پسرم خانه کلان در گردش است، در این زمان آسان است. پدر چای میخواهید؟ چای ریزم به شما؟ نه دخترم تشکر. تا آخری ماه 4000 دیگر یافتن لازم. شرف گفتنیم که من هم کار کنم، تو چی میگویی؟ بین هم کودکو در مکتب هستن، به تو کمک کردن میخواهم. فریده حاضر آدمان تجربه داران رو با کار نگرفته ایستادن، با تو کی کار میدید؟ خودت میدونی چقدر که میخوایی کار کن. نگاه بینی کودکو را فراموش نکن. بی توجه نمیگذارم، خبوتیر نشو، از اوده همش میبرویم. از شیشتن بیهوده فکر کردن فایده نیست. من رفتم. من هم با گلخانه میروم. رفتیم امیر. مایل شرف. شب و میخوریم. برای کار خیر نباشد. سلامت باشید. خوش باشید. فکر کار کردن از کجا به سرت آمد؟ اینقدر کار خانه رو خوش دامنت میکنم. مادر چرا چنین میگویید؟ من هم سهم گذارم مگر بد است؟ خواطر نشوید، با کارهای خانه هم وقت مییابم.
من به تو یک چیز میگویم، دردی تو کار کردن نیست، از کار خانه گریختن است. میدونم. الو پینور سلام، من فریده. میخواستم با تو درباره کار صحبت کنم. گفته بودی که کار مییابم. مالش تمام، میروم. مگر نفر دنبالت است که اینقدر شتاب داری؟ هر یک فرصت رو به دست آوردن میخواهی. زود میایم، مادر خواطر نشوید. یک لقمه نون هم نخوردی. به خودم میترسم که در یگانجا بیخوش میشوی. از لقمه حرام خوردن نخوردن و پاک مردن بهتر است. اپا مبالغه میکنی؟ اپای جانان، به خانم بگویید که کاری رو که نمیفهمد دخالت نکند. این کارت خوب نیست. غمگین شدم. اپای خواهر قهری میشود، مگر این کار به شما نمیزیبد؟ میدونم که بودمی شعر باز دارم، لیکن خودم رو اداره کردن نمیتوانم. سحر به خاطر او تا جای کار میشتابم. وقتی که او را میبینم تپش قلبم دیگر میشود، دست و پایم به هم میپیچد. عشق احمقین. مایلش بد گپ میزنیم. تو کی اومدی؟ بر وقت اومدم. یعنی چقدر شنیدی؟ سخنهای در کاریش را. شرف مرا ببخش، من نمیدونم که چی گفتم. اگر خواهی هیچ گپ نداره. انسان باید دلش رو با شخص نزدیکش گشاید. من هم بیگانه نیستم، مشترک کار میکنیم. بهترش تو گفته هایت رو فکر نکنم، من شنیده هایم رو. مرا جنگ نمیکنی آخر شرف؟ خدای توبه پینار، تو باشی آدمی نزدیکت را جنگ بکنی؟ جنگ نمیکنی؟ یعنی؟ تشکر. خوش آمدی فریده. مشتری آمد، من باید با او صحبت کنم. دست شده بود که چونی خندت رو ندیده بودم. فریده، پس معلوم می شود که 10 سال خرسند نبودم. بیا رفتم مسئله کاری تو رو حل کنیم. فریده، بیا رویم. لیلا کودک رو نمیخواهد. این خیلی نگو. از او هیچ انتظار نبودم. شد مغزو رو عوض میکنه. خیلی مایل است. یک خشم راهبر دکان است. با او درباره تو حرف زدم. کار کردن میخواد، گفتم راضی شد. سلامت باشی. به تو چی خوبی کنم نمیدونم. این خیلی نگو، هیچ گپ نداره. دوست برای چی است؟ در استانبول برایم از همه نزدیک شمایی. تو و شرف. به شما اگر دستی کمک دراز کرده توانم خود رو خوشبخت میدونم. تشکر، به تو باور دارم. به فکرم بهترین قرار. مسئولیت رو کمی تقسیم میکنی. شرف هم کمی براحت میشود. روزهای آخر بسیار غمگین است. در خانه هم همین خیر است. بسیار سوالش مده. به حال خودش گذار. با یک چند کم بودی ها سر و کار دارد. با صبر از عهده همه کارها میبرایی. سلام.
سلام. این همان دوگانه‌ام که درباره‌اش گفته بودم. خوش آمده. خوش باشید. با اجازت شما بیایید همراه یک پیاله چای نوشیم. نه، من باید در حال به گلخانه روم. شما میان خود صحبت و مصلحت کنید. مصلحت میکنیم. تو خواطر نشو جونکم. مایلش نباشد، دیرتر با میخوام. مایلش؟ خیر. او باشد نام شما؟ فریده. خیلی خوب، من باید شما رو آگاه سازم که این کاری آسان نیست. هیچ گپ نه، باید کار کنم. این طور باشد خیلی خوب. خوش آمدی آقای خیرالدین. بخیر است که خندان روی مینمایی. موقتا در انقره کار یافتم. رحمت به شفیق. آقای خیرالدین، کار گفتم مرا خواطر میسازی. چند روز شد از بیمارخانه بر اومدنت رو و صحت نشده کار کردن میخوای. خانم من بیمار نیستم. پگاه به انقره میروم. لباسهایم رو جمع کن. یا خدا، شما صبر کنید، فرزندان مبلغ رو جمع میکنن. نمیشود خانم. در یک جا نشسته تماشابین بودن نمیخواهم. من هم رفته کار میکنم. خودم را اداره کردن نمیتوانم. سحر به خاطر او تا جای کار میشتابم. وقتی که او را میبینم تپش قلبم دیگر میشود. دست و پایم به هم میپیچد. خوش آمده. خوش باشید. شکر که برای فریده جای کار پیدا کردم. راست میگویی؟ شکر که خیلی شناسهای زیاد دارم. خدا به او قوت دهد. از دستم آمده رو من کردم. در اصل این رو تنها به خاطر تو کردم. به خاطر من؟ نفهمیدم. به خاطر خورسندی تو به همسرت کار یافتم. بار زندگیت کمی هم باشد سبک می شود. میخواهم دائم در لبانت خنده باشد. تنها خورسندی تو رو میخواهم. تو که خورسند باشی همه چیز دیگر می شود. گوش کن، تا چیز را استفاده برده میتوانی؟ به زندگی کرده میتوانم. با پرسخ احتیاج دارم. کدام کارتون معاش بلند دارد؟ این طور باشد و میزی درز ملکنی گذر. اونجا معاش زیادتر است. با سر هر یک لباس مبلغ الهیده میدهم. مخفول است؟ تشکر سرما خانم. خانم نگوی مرا. اپای سرما بگوی بس. من آیشه رو جیغ زنم و تو کار رو نشان دهد. خیر، موفقیت به تو. تشکر. چگونه با یک عمل همه رو برباد دادی؟ من از برای تو به همه کار قادر بودم. پدر من بس خانه هایتان روزی هستم. من از بری امیر میگذرم. کمیسرم در فکر فرو رفتم. اون آدم در آمد. فهمم. یوسمان با کجا؟ همین خیلی میبرایی. یگون لباسی گرم پش خنوک میخوری. اپا کلیدت رو فراموش کردی. از شما شود. از این پس به ماشین احتیاج ندارم.
مرحبا. خودم میآوردم تشویش کشیدید و هیچ گپ نه. درز مول کنی دشوار است. باز نگویی که نگفتم. دستانت درد میکند. بویی که از بخور میآید موی سر رو هم ویران میکند. بهترش نپرس. اما آهسته آهسته عادت میکنی. تو هم عادت میکنی. خانه بودگی ها هیچ گپ نداره. مانده شدنم رو هم نمیفهمم. روزهای آخر وضع اویله‌مون خوب نیست. اکنون از آن خرسندم که به شفرم کمک کرده میتوانم. گرسنه نمانی شرف؟ با آشپز یگان چیز سپارش دهم. بسیار خوب که به یادم آوردی. خوراکخوری را هم فراموش کردم. اگر تو نمیشدی به یادم نمی آمد. با جان دل همه وقت به یادت میارم. حتی صبحانه رو هم. کاش که خوراک شام رو هم به یادت آورده توانم. چی گپ باشد؟ به آشخانه زنگ زن. برای من شوربای گرم سپارش ده. مایلش زنگ میزنم. مگر من اینها رو به ینگم نمیگویم؟ خوراک به نمک بود است. بله به نمک. نمک رو ده. مرحمت گیرید. تشکر. بسیار نریزید. شور شد. آب رو گیرید. چرا خوراکت رو نمیخوری؟ در خانه کودک ها گرسنه هستند. نهاری نکرده بودند. بگاه وقتی رفتن به آنها میبرم. پس خوراکی مرا هم به آنها ببر. من نه وقت خورده بودم. نه خواهر. تشکر لازم نیست. با شکمی گرسنه کار کرده نمیتوانی. من هم مادر رو میفهمم. گریه نکن جانم. اهمیت نده. تو را ناراحت کردن نمیخواستم. ایخی نگو. اگر دشواری داری بگو کمکت کنم. یک شوهری به ناموس دارم. هر روز دیوانگی میکند. من میبرایم. در بانک کار دارم. خب خیر نباشد. ها شرف. ناگفته نماند. فکر نکن فربه نیستی. چی؟ وقتی آمدن دیدم که بطنی خود اهمیت میدادی. این خیل مردها رو عاشق کش میگویند. از تو عذر میخواهم اگر بگویم خیلی زیبا هم هستی. واقعا فریده زنی خوشبخت است. السلام علیکم. و علیکم السلام امک محمد. خوش آمدید. برای گرفتن گل آمدم. امر کنید. استغفرالله فرزندم. امر نه، از من تنها خواهش. مرحمت بیاید به گلخانه میرویم. تو چیکار کردنی هستی؟ نفهمیدم. خودت را به نادانی نزن. درختی مکر زن صد ریشه دارد. فلک از دست زن اندیشه دارد. نمیدونم که با چی دلیل سخن میگویی، اما شرف با من همکار است. حتی برادرم برین. آنچه که فکر میکنی میانی من و شرف نیست. اما دیده های من برعکس سخن هایت. گوش کن مرا، قدمت را دانستم. از من گفتن وگرنه رفته همش رو به ینگم میگویم. خدایا توبه. بازین از کجا پیدا شد؟ میدانی زیبایی در گل نه فرزندم. زیبایی در ذاتی است که گل را زیبا گردانده است. گل بلبل را و بلبل گل را عاشق میکند. اگر گل در ذات بلبل عاشق باشد پس محبت میآید و در دل او جا میگیرد. بلبل عاشق شود، در چهره گل مرواریت های عشق میریزاند. بهار میگذرد، فصل خزان میآید، برگ ها میریزد. بلبل در میدان نالان میماند. در وصف گل چقدر سخن زیبا گفتید. گل هم زیباست، بلبل هم زیباست، اما این هر دو در جای خود نفس میکشند. نفس انسان بسیار بد است. اگر لجامش را به دست نگیری آن تو را به پستی ها میکشد. بعد مثل مگس میشوی و بالای همه گونه
افلاسی نشستن میگیری. انسان نباید خود را چون مگس بیقدر کند. یک قدم زد آدم در ذوقی نفس، شد فراقی صدر جنت توقی نفس. اما که محمد این سخنهای شما رو چی فهمم؟ در یک زمان شخصی خدا ترس و تقواداری گفته بوده است که اگر سلسله فیلم می نویسم آن را انسانی فریفته می نامیدم. وقتی که آدم فریفته شده را می بیند و یا فریب کننده ها را سری کار می شناسد، اگر خدا ترس باشد خواه ناخواه می خواهد که حرفی بگوید. اگر از خدا نترسد این حالت او را خوشحال می نماید. مرحمت. یاسومن چگونه مرا از لافی خاطرت فراموش کردی؟ حالان که من برای تو از همه کس روی گرداندم. لبای کمیسرم مرا گفتی؟ نه. شدکنم خوراک را من گرفتم در ظرف. انسانی خوب هستی. گریه نکن. تشکر. با تو چی شد؟ گریه نکن. این خیلی گریه کردن گریه کار کردن نمیتوانی. شد تمام. گریه نکن. بس رفتیم. دست رویت رو میشی تمام. رفتیم. بگیر. شوهرت بیکار است مگر؟ نه، کار میکنن اما برای ما نه. پس برای کی؟ بالای من با زنگ گرفت. فرزندانش را چشم دیدن ندارد. یا خدایا. از دهات زنگ گرفت، به خانه آورد. من هم دیگر پیش مردم برآمدن نتوانستم. این طور نکن میگویم اما گوش نمیکند. خودش میگوید که با آن زن خوشبخت است. افسوس، صد افسوس. معلوم می شود که دست رو بسن نبوده. فلاکت در گردم چرخ میزد اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. نفهمیدم چی خیل؟ همه میدونستند، تنها من از این گپ بیخبر بودم. بعد فهمیدم اما گفتن نتوانستم و در آخر گرفته به خانه آورد. تو خودت رو به دست گیر. من کار دارم، نمیخوام از باوری برایم. الو فریده، تو از کارت راضی هستی؟ این خیل که باشد مبارک شود. اگر کم بودی شود شرم نکرده به من زنگ زن. مایلش برای کار. تشکر. چرا تو حال نبر اومدین؟ چی با چشمم میخی نگاه میکنی؟ دکتر جیمسن روزی
بیایید خاله دستتون رو گیرم. با کجا میروید؟ بابا دخترم. مایلش آیستر. روزتان خوش باشد. روز بخیر. آنهای عملی نیک میکنند که قلبی پاک دارند و دوستدار خداوند هستند. استغفرالله. باید اماکی محمد امیرکوری خوب کرد که من رو به شما شناس کرد. احتیاج به نصیحت های شما رو دارم. قلبی که تپیشش خوب نیست رفتارش هم خوب نمی شود. من رفتار خیری تو را دیدم، همان را میگویم. دعا کنید اماکی محمد. بسیار غمگین بودم. سخنهایتان به دردم ملهم شد. دریا بی موج نمی شود و قلب بی محبت. محبت این همه را از خاطرها تازه می سازد. انشالله. مرحمت خانم. تشکر. بیایید رویم خاله جان. رفتیم. آقای خیریدی، این کاری کردت رو ببین. تو در آن جای ها چی کار داری؟ بخیر است مادر؟ سفر ها با کجا؟ چی خیل سفر؟ من باید از به بازار می روم. پدرتان می رود به انقره برای کار. در این سین و سال چی کار باشد؟ در حقیقت کار یافتید؟ شکر زیاد تا بنده به تنگ نهایت خیزر نمی آمده است. شکر یک رفیقم دستگیری کرد. کلین هم کار را سر کرده است. من هم صبح به انقره رسپر می شوم. باز یک ظرف دیگر شکست. عاقبتش رو بخیر کند. معلوم می شود که در این خانه یگان ظرف نمی ماند. تصادف هست نباید خانم. حالت انسانی است. من هم چیزی نگفتم. ندیدی که بیچاره با کدام خستگی به خانه آمد؟ هیچ نباشد معاش گرفتهش به قدر ظرف شکستهش باشد. تو بوی چی میکنی؟ به مثل رته ساخته شده. فرصتی شستن نشد شرف. نو به خونه اومدم. روزو شوی. استخونی بینیم رو شکستی. چگونه بوی هستم؟ تو در کجا کار میکنی؟ در اخلاصزار؟ تو در کجا کار میکنی؟ در اخلاصزار؟ این چه آدابی سخنرانی؟ فرزندم من و تو اصول سخنرانی رو ناموختم مگر؟ چه؟ دختر بیچاره از کار آمده است برای ما خدمت دارد. بسیار بوی کرد. طاقت کرده نتوانستم. برای نشکستن قلب هزارها راه است. زنی که روزی دراز درزمال میکند مگر از وی بوی گل میآید؟ خودش کار کردن خواست. من از کجا دانم که در چنین جای کار میکند؟ کلینم کوشش دارد که قرضهایمان را پرداخت کند. دوسترش کوشش دارد که عیبهای ما را پوشاند حالان که مجبور نیست. میتوانست بوی گل کرده در خانه خواب کند. رو دلش را یاب. بخشش بپرس. چه نگاه داری؟ برای بخشش پرسیدن آمدم. بوی میکنی گفتنت رو بخشیدم شرف. اما بهانه تو چیزی دیگر است. خدایا توبه. باز چی کار کردم؟ من مادری دو فرزندی تویم شرف. خیر. امروز در گلخونه گفتی که 10 سال می شود که خرسند نیستم. من مگر بار تو رو خرسند نکردم؟ همه برای خرسند شدن آیله دار می شود. من هم آیله دار شدم. در اول خرسند بودم اما چی؟
امشب من در دیگر جای خود میروم. این چی معنی داره شرف؟ با کجا کوچیده ایستاده است؟ در دیگر حجره خوب می رود. چی سبب شد؟ تو بیمار هستی یا خسته؟ نمیدونم مادر، نمیدونم. گوش کن فریده، این رفتارت رو خوش نپذیرفتم. از من گفتن احتیاط باش. جدایی چونین آغاز می‌یابد دخترم. نفهمیدم. امروز از حجرهش جدا شد، فردا از تو جدا می شود. فکر کن. کنی بخون دخترم. چی نوشتند؟ چشمم نمیبیند. در یک روز قاشق عسل دردمندی رو کم میگرداند. کاش که من هم یا با مو استفاده کنم. دردمندی زانو مرا میکشد. تشکر. ساعت 9:30 شد. وقتی خواب کردن آمد. خانم های اختیاری باز می آیند. خواطر ما باشه. دیر شد. وقت چه خیلی گذشت من نفهمیدم. فردا باز می آید دخترم. خاله جان از این پس همینجا می شوم. صبح وا می خوریم. شب بخیر خاله جان. سلیم، من نادرست کردم. باید نمیگذاشتم که رود. خودش خواست از کمیسرم. طرفی پدرش رو انتخاب کرده. از دستتون چی میوید؟ این قرار را با خواهش خودش نداده است. زیر فشار بود و مانع شده نتوانست. حالا هم دیر نشده است مگر؟ میتوانید ببینیدش. او را باید ببینم. باید دانم که در حقیقت از من دست کشیده است یا نه. فردا وا میخوریم. فهمو کمیسرم. به هر حال احتیاط بکن. او رو خوب میشناسم. نه اونقدر آدم خوب است. خواطر نشو. خانم جانم، یاسومان. چی شده است به یاسومان؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ یاسومان در کجاست؟ من هم در کجا بودنش رو نمیدونم. شب به خونه نآمد. نآمد؟ چی خیر؟ در کجا باشد آخر؟ شما جایش رو نمیدونید؟ من چیزی نمیدونم آقای امیر. شاید در خونه دوگانه‌اش مانده است. من توصیه میدهم که حالت را باز بدتر نکرده آتش محبت خودتون را خاموش کنید.
گوش میکنم. جناب از شرکت فاتح زنگ میزنم. برای خانم پینار تحفه میفرستم. خواهش میکنم نشانتون رو دهید. تحفه گفتید؟ چگونه تحفه؟ کی روان میکند؟ نمیدونم جناب. فردا زاد روزی خانم پینار بوده است. تحفه به همین خاطر است. فهمو. حاضر سراغ رو میدیم. می نویسم جناب. سلامت باشه جناب. نشانه رو نوشتید؟ بله. در قوطی توفه چنین نویسید: دختری جانم تو را بسیار دوست می‌دارم. از نام مادرت. فهمو. مایلش برای کار. سلامت باشید. اپای سلما، از اون زن بیچاره خبری هست؟ احوالش چی شده باشد؟ به بیمارخانه زنگ زدن، جوابش دادن، لیکن شوهرش ضربه سخت زده است. چی؟ به این هم میدونستم که روز شوهرش رو زده به سر ما بلا خواهد آورد. میانی زن و شوهر رشته یک مراتب که کند پیوست شوی آن دشوار است. خیر برای کار. تشکر به شما برای کار. سلامت باشید. نصیب کند. خوش آمدید. کمک کنم. چگونه آرایش میخواهید؟ برای کی میگیرید؟ برای زادروزی یک خانم. به این هم فهمیدم برای زن. چگونه زن؟ خواهرتون، رفیقتون، همسرتون؟ رفیق یعنی مشترک کار میکنیم. خانمی زیبا است. چیزی که بپوشد زیب میدهد. این چی خیل؟ زیبا است. خیلی زیبا است. باوری دارم که رفیقتان معقول میکند. همین را دیم؟ مایلش در یک قوطی زیبا گذارید. ثبتش رو گیرید. البته در قوطی میگذارم که توجهتان رو قدر کند. روزتان شد. استخونی بینیم رو شکستید. چه بویی است؟ چی شد فریده؟ یکم کمبودی هست؟ اپای سلما، خواهش میکنم مرا به بخش دیگر گذارانی. گوش کن. درز ملکنی رو خودت خواستی فریده. من این کار رو کردن نمیتوانم. نخواهی کار نکن. نه میخواهم کار میکنم. خسته نباشی. تشکر. تو عطر خود رو مخصوص انتخاب میکنی. زن باید همیشه خوشبوی باشد. هر زن موافق طبعش عطر انتخاب میکند. خریدار آمد. حاضر میبینم. مرحمت، خوش آمدید. خوش باشید. نیالهای گل را دیدن میخواهم. تشکر دخترم. اشتیایتان؟ تو رو در اینجا بار اول میبینم. نو آمدی؟ نشناختید مرا؟ اکنون به یادم رسید. در این سن و سال در خاطر نمیماند. هیچ گپ نه خاله جان. در حیات از فراموش کردن چیزهای بدتر است. اینجا کار نکن.
میونی اینقدر پیرون سالون دردمندها چی کار میکنی؟ با دوستانت باش، حیاتت رو خوش گذران. چقدر شکر اندازم؟ تو شکر و نمک رو مون کنی نقل کن چی دردی داری؟ در چشمانت دردی محبت میبینم، همین طور نه؟ نه، کمی دردش مونده است لیکن محبت نیست. محبتم در قلبم مرده است. دختری جان من که میبینم معلوم میشود که چقدر گور نکرده ای. در عقل و هوش و گوشت مونده است. آن جوان کیست؟ چی کار است وی؟ янга بخیر است؟ ёсуманро намеёбам. дишаб ба хонаашон ҳам наомода аст. хавотир шуда истодам. агар тавонед бо модаратон суҳбат бикунед. шуд, ман аз ин корро мефаҳмам, хавотир нашав. саломат бошед. шаб бахер. فریده خانم آمده رسیدی؟ زود دسترخوانро кушо, кӯдакҳо гурусна монданд. духтарам, имшаб ҷудо хоб карданатро набинам. миёни зану шавҳар ҷудоӣ меяфт. хавотир нашавед модар. ту чаро табассум дорӣ? ҳамаи дандонҳоят дар берун. шараф дешаб маро ранҷонида буд. имрӯз бароям тӯҳфа гирифтааст. тӯҳфа гирифтааст? офтоб аз куҷо баромада бошад? ё парвардигор. چرا میکوبی؟ تلفنمро меҷӯям. ببینیم پسرم چی توفه آورده است برای تو. برای سپاریدن فرصت جستجو دارد. فرصت جستجو دارد؟ از برای خدا آخر شما 10 سال است آیله دار هستید. چیزی که دادنی باشد از پیش در میدهد. آویزان کن. مادر جانم به من عطر روان کرده است. معقول شد. از کجا فهمیده است که چنین عطر به من معقول؟ انسان را به غیر مادرش کی زیادتر میشناسد؟
دوست داشتهش میشناسد. مادامی که امروز زاد روز است من تو رو به خوراک نصف روزی دعوت میکنم. با این خوراک نصف روزی خلاص نمیشوی. خوراک شام میرویم. باز کارهای گلخانه رو به آخر رساندن لازم. مایلش خوراک شام میخوریم. در روزی تولد تو رو نمیرنجونم. مادر همون شوهری تو کاری نیست که نکرده باشد. در آخر به این جایها هم آمده رسیدی. مادر خواهش میکنم شنید، من شما رو دعوت نکردم که با من خرخشه کنید. شنید؟ پس چرا من رو جیغ زدی؟ فکر کردی که تو رو در اینجا دیده خرسند میشوم؟ یاسو من رو دیدن میخواهم. او رو از شما پرسم، گفتم در کجا باشد، با چی کار باید؟ دردت رو فهمیدم. از من سخن جمع کرده به برادری شوهرت میبری. مادر به نام خدا یاسو من به من شخصی نزدیک است، خواطر شدم. قسم یاد کرده است، از این خاطر جواب نمیدهد. برای قسمش رو نشکستن در خانه نمیگنجد. به کجا میرود؟ من از کجا دانم فریده؟ اینقدر میپرسی؟ به مکانی بپرستان میرود. اختیارا خدمت میکند. من در حال به خانه میروم، آماده میشوم. آقای میتحت خوراکی شام میبرد مرا. تنها میروید مگر؟ افسوس که نشی هم میآید، اما مهم نیست. روزهای تنهای حالا در پیش. مادر من میروم. تو هم رفته خودت را به ترتیب دراری خوب میشو. این چی احوال است؟ چی شده است به حالم؟ موی سرت همه پریشان. مگر زنی شوهردار را چنین حال زیب میدهد؟ به خدا شوهرت میبودد طلاقت میدادم. امروز کار خیلی زیاد بود، بسیار مونده شد. اگه استراحت میکنیم. نوش جونتون. تشکر. روزی تولدت مبارک. این رو برای تو گرفتم. راست میگویی؟ چرا زحمت کشیدی؟ تحفه خورد است، اما امکانهای بوده را خودت میدانی. خیلی زیبا، بسیار معقول شد. ذوقم را درک کرده ای. من این را میدونستم. چی رو؟ آن چیزهایی را که من معقول میکنم. چی خیر؟ زیبیده است؟ خیلی زیبیده است. تشکر، با من پسند آمد. اوچا هم اومدن. اوچا جان شما چه خیلی زیبا شده اید. اوچا جانی زیبایی من. جو نکنی من؟ بوی هایم به شما مخصوص شد؟ خیلی زیبا شده اوچا جان. بله خیلی زیبا شده اید. وظیفه های خونگی اتان رو کردید؟ حالا میکنم اوچا جان. نه نکردیم. این خیلی باشد راست به سوی حجرهتان. معلوم شد که فریده خانم برای چی دیر میکرده است. کار میکنم گفته همه پول رو برای خودت صرف میکرده. مادر خواهش میکنم کمی مرا هم فهمید. گفتم که کمی خودم رو به ترتیب آرم. چه خیلی؟ خیلی خوب. این شب شرف به فکرم هدیهش رو میدهد. همین خیلی فکر میکنی؟ این کار با زیبا کردنی موی نمیشود. دسترخوان رو آماده کن، حاضر میآید. شد تمام. حاضر لباسایم رو عوض کنم.
مرحمت جناب. مرحمت جناب. خانم به من دیه جناب. ببخشید با اجازت شما در حال می آیم. پدر اینجا مکانی خیلی زیبا بوده است. آفرین، راستی من هم مقبول کردم. الو فریده گوش کن مرا. شوهرت را صاحبی کنی خوب می شود. شرف با یک زن خوراک می خورد، حتی خندیده صحبت دارد. این چی گپ است فریده؟ من نمی فهمم. چشمانت را کشو. همچون مادر تو را آگاه می کنم. دیر که شد آبی دیده‌ات رخسارت را می شوید. شاید با یگان خریدار ضیافت داشته باشد. غمگین şuradan. Alplerde Eylül ayı. Yaz dağ çayırlarında uzun kaldı. Yüksek vadilerde sabah sisi bir ot kokusu taşıyor. Ve dik yamaçlar yüksek seslerin ekosunu yansıtıyor. فالوکردر گردم چه حرف میزد اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. Vadilerde bir gerilim meydana. حتی خندیده ایستادند. فالوکردر گردم چه حرف میزد اما چشمانم کور و گوشهایم کر بود. شرف تو چرا خواب نکردی؟ تو رو انتظار بودم. چرا تلفنت خاموش شده است؟ من در ضیافت بودم. چی باید به تو گزارش دهم؟ با کی بودی در ضیافت؟ کی بود همراهت ویزن؟ چی کار داری فریده؟ ضیافتی کاری بود. و تو چی شد؟ چرا چنین سوال دادی؟ به خود بیا.